سلام و عرض ادب. بریم واسه رسوبگیری دستگاه خونگی ندوا. خب اول پیچه زیر دستگاه رو باز میکنیم. پیچه چارسوی کوچیک بدون چهارسو. این مدل دستگاه کلا 2 تا پیچ زیرش داره. این قسمت زیری دستگاه رو باز میکنیم. قسمت زیری رو که در آوردیم 4-5 تا پیچ داخل دستگاه، باز اونا هم 4 سو با پیچ بلند. حالا میندازیم اونا رو میخورده با سر دستگاه. این از داخل دستگاه 2 تا پیچ اینجا هم افتاد داخل جای سیلی. این سر قبلی رو وصل میکنیم و نگاه دستگاه رسوب داره. از اینجا معلومه این قسمت، از این قسمت هم حتی رسوب زده بیرون. پیچایی که بویلر رو نگه میدارن به دستگاه اکثرا 3 تا پیچن بغل دستگاه. یه سمتش 2 تاه، یه سمتش هم یه دونه پیچ بلنده. بلندترین پیچش همینه. دستگاه اینش باز بود از قبل. نفر قبلی خیلی اصولی باز نکرده دستگاه. تمام سوکت‌ها شده. سوکت‌ها نباید با دست ولی خب لینک شد. سوکت‌ها هم که در میاد پیچ 2 سوی ریز. بندازید زیرش یه زور بزنید میده. دو تا شیلنگ سر برنجی سمت بویلر. یه مسئله پمپ اومده، یه بویلر میره سمت نازل بخوره. نازل بخوره. این دو تا رو شما نمیخواد یا تقریبا پمپ بازی کنید. شیلنگ خود بویلر بازی کنید. ما خارج در بودیم. هر کدوم از شیلنگا هم 2 تا واشر داره. این مدل دستگاه 2 تا واشر داره. 2 تا واشر اینور رو باز می‌کنید، در میارید. این واشر یا همون اورینگ سیلیکونی. نسوزه این اورینگاش. از اورینگای معمولی اگه بذارین آب میده، میسوزه بعد یه مدت. اینم دومیش. بذارین آب داخل دستگاه تخلیه شه، آب داخل بویلر. آب داخل بویلر تخلیه شه که موقع باز کردن بویلر آبش نریزه و کثیف نشه. میبندیم رو گیره. بالن مخصوصش 4 تا پیش آلن خور داره. اینه کلا 4 تا بویلرش. باز میکنیم و بویلر از هم تفکیک میشه. این مدل دستگاه هم بویلراشون 3 تیکه است. یه تیکه بویلر که این بالای المنت یه قسمت بویلر المنت روش رسم میشه و این 2 تا از این سویچ قابلمه یا قسمت هم که پیچ شاور و واشر و اینا، این واشرش هم زیرش کثیف. یه قسمتش هم که دسته گروپ رو نگه میداره. دسته گروپ که شما میبندی وصل میشه به اینا. این یه دونه واشر سیلیکونی بزرگه مخصوص این دستگاهه. حالا این خیلی دیگه صاف شده، اینو باید عوض کنیم.
تخته اینو باید عوض کنیم. بازم این قسمت رو میبندیم رو گیره و با یه دونه دو سو. پیچ حتما باید باز شه، خیلی کثیفه زیرش. پیچوشی دو سو برمیداریم. بعضی از پیچ شاورا این جا نمیشه داخلشون، این دو سوها خیلی باریکه داخلش. ما باید با یه دونه فلز انگشتی که این پیچوشی ها توش جاش. خب باز خدا رو شکر این باز شد. اکثرا جام میکنن این پیچای پت گروپ، اکثرا جام میکنن و باید قلاویز شه. حالا باید با مته سوراخش میکردیم و قلاویز میکردیم که این خودش دیگه باز شد. خوبه. این هم که شاورش میبینید خیلی کثیفه، به خاطر همین میگم باید باز شه، چون آب میاد کلن از اینجا رد میشه. اینم کیپ بود دیدم. این هم از این. حالا اگر فرچه رو میزی داشتین که هیچی از این دستگاه فرچه، اگر نداشتین با همون دستم میشه اینا رو پاک کرد. رزوه هایی که پیچ هد گروپ رو میخوایم ببندیم خیلی کثیفه. اگه قلاویز داشتین حتما یه قلاویز به این بزنید که راحت پیچتون بسته شه. قبل شستن این قسمت بویلر حتما با یه پیچوشتی 4 سوی کوچیک، 2 تا پیچ داره، این سویش قابلمه رو درونین چون خیلی حساسه. یه خورده که تکون میخوره، حالا میخوایم فرچه بزنیم هرچی، این که تکون میخوره کلا این اصلا به هم میریزه، میسوزه. این نکته هم داره، اگر خیلی زور زدین دیدین این پیچا باز نشد، اصلا دیگه بهش فشار نیارین، چون این پیچاش خیلی حساسه، مخصوصا اون جای رزاش، چون که جنس این چدن اکثرا چدن خیلی خشکه یا آلومینیوم خشک است. یه خورده که فشار بیارین جاش از بین میره و رزواش از بین میره. حالا باید این ورشو قلاویز بزنید که نمیارزه اصلا این کارو بکنید. یه خورده حالا فشار میدی، اگه باز نشد اصلا دست نمیزن. این حالا باز شد، این باز شد دیگه. حالا خیلی آروم